از این بعد هر خاطر چیزی که در کتاب است اون حق نیست، یعنی کتاب‌های باید تحقیق کرده شود. یعنی آدم می‌نویسه در کتابش، لیکن باید خطا رو از درست جدا کردن هم این علم است. علم فقط این نه که هر چیزی که در کتاب یافتید خواندید همه علم نیست. راست از دروغ باید جدا کنید. از نام جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر حدیث های دروغ بافتن. عالمای حدیث آمدن گفتن که اینا دروغ است. پیامبر صلی الله علیه و سلم این گپ نگفتن. وقتی که به خطیب بغدادی یک چیه فرستانیدن که در آنجا نوشته شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم از یهودی خیبر بعد وفات من، یعنی این عقدها باطل میشد. اصلا حاصل خیبر، حاصل خرمای خیبر بین یهودهای مدینه و بین پیامبر صلی الله علیه و سلم، یعنی بین دولت اسلامی برابری تقسیم میشد. 50% حاصل به یهودها برای اینکه مهنت میکردن، کشت و کار میکردن، حاصل را جمع میکردن، 50%ش به مدینه میفرستانیدن. اونا آوردیان در زمان یکی از خلفاهایی که خطیب بغدادی زندگی کردن، یعنی مردم یهودی خیبر، یعنی که این مکتوب از پیامبر صلی الله علیه و سلم یک کاغذ گرفتن، در روغن موندیان، در آفتاب موندیان و با خطهای یعنی گویا که قدیمه نوشتیان که پیامبر صلی الله علیه و سلم شاهد کردیان. دو نفر شاهد از صحابه ها، یکی سعد بن معاذ، یکی معاویه بن ابی سفیان. بعد مکتوب نوشتیان که بعد وفات من، یعنی که این عقد بیکار کرده میشه، تمام حاصل به یهودها گفته باشن گویا. بعد وقتی که پادشاه حیران میشه، اگر گفتی پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد، تمام خلیفه ها ما اینا میبردیم قبول نمیکرد. بعد خلیفه حیران میشه، اگر گفتی پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد ما باید اجرا کنیم. اخیر شخص مؤمن اختیار ندارد اگر الله یا رسولش امر کنه باید اطاعت کنه. مادامی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چنین مکتوب نوشته باشه ما باید اطاعت کنیم، لیکن نمیداند که آیا همین مکتوب از پیغمبر است یا دروغ است. بعد وقتی که چند عالم جمع میکند، عالم ها حیران میشن. وقتی که خطیب بغدادی و میته، خطیب بغدادی میخواند و توف میکنه به بالای مکتوب. و اگر مکتوبی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشه دو کسی توف کنه کافر میشه. بعد میگن که چی گپ است؟ میگه که سعد ابن معاذ که معاویه ابن ابی سفیان الله تعالی در اسلام جمع کردگی نبود. سعد ابن معاذ سال 5 میگذرد از دنیا، معاویه ابن ابی سفیان سال 8 هجری ایمان میبرد. و این وقتی که این مرد این مسلمان نبود. چه خیلی دو مسلمان پیامبر صلی الله علیه و هر دو اینا در یک وقت شاهد کردیان. این دلالت به دروغ آنها میکنه. بنابراین آدم علمدار بین راست و دروغی که در کتاب ها هست باید جدا کنه. تفسیر ابن کثیر طبق عقیده سلف صالح نوشته شده است، لیکن در داخلش حدیث های موضوع هست، بافته شده حدیث های ضعیف است، لیکن مصنف با اسلوب علمی نوشتن. چون که من اسندک فقط احالک گفته که قاعده است، کسی که با سندش حدیث را ذکر کرده است تو را به سند حدیث حواله کرد، یعنی آموز سند را حکم کن به حدیث بعد عمل کن. یعنی همش حدیث صحیح نیست، یعنی در داخل بهترین کتاب ها هم سخنی خطای و سخنی درست است. علمدار باید همین جدا کند. با همین علمدار از بی علم فرق میکند.